سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد شناخت و معرفی تنپوره است که به خواهش یکی از دوست ما این ویدیو تهیه میشه. اگر علاقه‌مند هستین لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید دوستای عزیز. دوستای عزیز، تنپوره یک انسترومنت یا آله موسیقی کلاسیک هندی است که ای وقتی که آدم تمرین صدا میکنه برای آدم پچ یا امو کچ یا اسکیل در گوش آدم میرسانه. اگر در یک آهنگ ای نواخته میشه به حساب بکگراند استفاده میشه و تمام کسایی که دیگه آلای موسیقی رو می نوازن و کسی که میخوانه این کلش توسط همین تنپوره راهنمایی میشه. یک انسترومنت راهنمایی است و همیشه این آدم کمک میکنه که آدم بی‌سر نشه، از اسکیل بیرون نبره و همیشه مثل یک جی پی اس است که اگر آدم غلط میکنه از اسکیل میبره، این بر آدم جی پی اس است، راه را نشان میده و آدم میتونه که کمک بگیره ازش و دوباره به داخل اسکیل شوه، یعنی بسر بخوانه. اکثرا تنپوره 4 تا استرینگ داره یا 4 تا تار یا رشته داره. یعنی تنپوره‌ای هم هستن که 5 تا استرینگ دارن، ولی اکثرا تنپوره که استفاده میشه و عام است این 4 تا استرینگ یا تار و رشته داره. این تارها از فلزی می باشن، یعنی تارهای کتون نیستن، از فلز هستن و این تارها هر کدامش یک سر هستن و توسط 2 تا انگشت نواخته میشن، انگشت مابین و اینمی انگشت شهادت. امرای این 2 انگشت نواخته میشن. نواختنش قسمی است که همیشه به شکل یک رقم یعنی تکراری امی نوت ها دکه داده میشن و صدا عظیم میبره و این همیشه میگه پاسا و نوت اول رشته اول نوت اول نی امی رشته اول یا امو استرینگ اول یا تار اول سر پا سر میشه. در بالای تنپوره یه رقم گوتکا هستن که امروی گوتکا سر میشن، اینا که وقتی تو داده میشن اینا سرشان جور میشه و امو رشته اول یا استرینگ اول در پا سر میشه و 3 تا استرینگ دیگیش در سا یا اینا سر میشن و در راگ ها و یا در سکیل هایی که پا در وجود نداره باز به حیوز پا اکثرا ما سر میشه، امی سر ما سر میشه و یا بعضی وقتا بسیار کم وقتا سر نی دو سر میشه. و تنپوره وقتی که آدم تنپوره رو میشنوه سر سا و سر پای خود فکس میکنه، یعنی اگر تمرین میکنه همیشه با گوشش هست که اوکی پای را که من میخوانم آیا به می پایی که تنپوره میگه به می تش میکنه این چیز است، یعنی امو فریکونسی صدای را که برای من تنپوره میته صدق میکنه با فریکونسی صدایی که من میخوانم رو من پا میگم و امو تو سا، یعنی ما امو تو دوامدار خود چک میکنیم با 2 سری که برای ما میته تنپوره پا و سا. اگر گفتیم که پا نبود سا و ما یا سا و نی، اکثرا سا و ما می باشه، نی بسیار کم اتفاق میفته که آدم دو سرش کنه. فایده تمرین با تنپوره ای است که گلون ما و تارهای صوتی یاد میگیرن که بدون از اینکه بالایشان فشار بیاد اونا بتونن درست و بسر بخونن و همچنان وقتی که ما امروی تنپوره
تمرین بکنیم، یعنی حداقل اگر ما در روز نیم ساعت امرای تنپوره تمرین بکنیم که من حتما ویدیو تهیه میکنم و تهیه هم کردیم که چه قسم آدم با تنپوره تمرین کنه. آیسته آیسته بعد از 6 ماه یا 5 ماه نظر به انسان متفاوت است. ما خودمون میفهمیم وقتی که ما بیسر بخوانیم و یا کسی دیگه بیسر بخوانه، ما اتومات میفهمیم که یعنی بیسر نوت در جایش دمو سری که دمو فریکونسی صدا که برش تعیین شده در اون نخوانده. یعنی فایدهش اینمی است که ما یاد میگیریم بسر بخوانیم، سرا را میشناسیم. تنپوره برای ما یاد میده که چطور چه قسم ما سر بخوانیم و چه رقم پر بخوانیم. یعنی این بسیار زیاد کمک کلان است. وقتی که این دو نوت سا و پر اگر ما در جایش خواندیم دیگه نوت اتومات در جایش میره. این فایده تنپوره است. و دیگه ای که ما وقتی که روی تنپوره تمرین میکنیم ما دیگه وابسته به هارمونی نمی باشیم. یعنی ما جای سرها را خود ما پیدا میکنیم و این بسیار یک کار بزرگ است که ما ایره بکنیم. البته وقتی که در آهنگ تنپوره پلی می باشه یا کسی تنپوره را می نوازه، برای ما کمک میکنه که ما تا آخر وقتی که تا آهنگ خلاص میکنیم ما دستکیل خود بانیم، از اسکیل بیرون نشیم، بسور بخوانیم. بسیار زیاد یک انسترومنت است که آدم راهنمایی میکنه تا وقتی که آدم برای ضرورت داشته باشه. و تنپوره انواع و اقسام متفاوت داره. تنپوره زنانه جدا است، مردانه جدا است. البته از نگاه صدا 3 نوع تنپوره وجود داره: تنپوره زنانه، مردانه و طفلانه. در تنپوره مردانه اکثرا کلانتر می باشه و صدایش عمیق تر است و در این تنپوره وقتی که سر میشه پایش از امی استرینگ اولش که در پا سر میشه او پای از لاور اکتیف می باشه. یعنی پای لاور اکتیف ما سر میکنیم در تنپوره مردانه. 2 تا سعی که در مابین هستن، استرنگای که در مابین هستن، 2 تا سه، 2 تا تارک یا 2 تا رشته یا 2 تا استرینگی که ما در سورا سر میکنیم. این سه اردوی از مدیا سبتک میبره و یا میدل اکتیف. اینا رو در این 2 تا سر در میدل اکتیف، در سه میدل اکتیف سر میکنیم. یعنی فریکونسی صدای این 2 تا سه از میدل اکتیف میباشه. و سه استرینگ چهارم سه لاور اکتیف است. یعنی امو پیچ یا صدای یا فریکونسی صدای سعی که از لاور اکتیو می باشه ما او را سر میکنیم. در تنپوره زنانه قسمی است که پای از او در مدیا سبتک یا میدل اکتیو سر میشه. یعنی ما پای میدل اکتیو باید سر کنیم در استرینگ اول تنپوره زنانه و در 2 تا استرنگای مابینش که 2 تا سه هستن، اردوی از اینا سه دو سر میشن که از های اکتیف یعنی از اپر اکتیف اینا استفاده میشن. یعنی امو فریکونسی صدا را ما از اپر اکتیف سه اپر اکتیف ایره ما یا تار سبتک ما ایره استفاده میکنیم و سعی که مربوط استرینگ چهارم میشه، این سه مربوط میدل اکتیو هستن. یعنی در مجموع میبینیم که صدای زنانه ما پیچ صدایش بلندتر است، فریکونسی صدایش بلندتر سر میشه تا تنپوری که مربوط مردها میباشه. انسترومنت یا آله موسیقی تنپوره در اروپا منیسی یک انسترومنت مدیتیشن و یا آرام کننده استفاده میشه. یعنی این صدای از یا نواختن امرای تنپوره یا شنیدن از این باعث آرامش روح و روان انسان میشه و استرس و تشویش کم میکنه و انسان روح و روانش از عمیق بسیار عمیق به آرامش میرسانه. و دوستای عزیز، تمرین صدا با تنپوره
تنپورای الکترونیکی یا اپلیکیشن هایی که وجود داره که خوشبختانه ما میتونیم اینا را در تلفن های خود دانلودش کنیم، امروز بسیار کار آسان شده. از اون خاطر دوستای عزیز اینو فراموش نکنیم که تمرین صدا با تنپوره یکی از بهترین تمرین ها است، به خاطر از اینکه ما یاد بگیریم که چطور به سر بخوریم، سرها را چطور بشناسیم و در جایشان فرکانسی صدا را در جایشان ادا بکنیم. امیدوار هستم که این ویدیو تانسته باشه که معلومات کافی داده باشه برای دوست ما که سوال کرده بودن و همچنان برای دوستای دیگه ما که علاقمندی داشتن و این ویدیو را تا آخر تعقیب کردن. دوستای عزیز بسیار زیاد تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین و ما را سپورت کردین. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. بسیار خوشحال میشم که اگه ویدیو ها را شیر کنین. تا هفته دیگر دوستای بسیار نازنین، شما عزیزا را امر به خدا میسپارم. بای بای.